شب یلدا، شبی که برای همه ما شب مهمیه. اما چرا شب یلدا اینقدر مهمه؟ اصلا چرا بلندترین روز سال رو جشن نمیگیره؟ در لغتنامه معین یلدا اینطور معنا شده: واژه سوریانی به معنای تولد و زایش، یعنی تولد الهه مهر یا همون میترا. خورشید در حرکت سالیانه خودش در آخر پاییز به پایین‌ترین نقطه افق جنوب شرقی میرسه که باعث میشه طول روز کوتاه بشه و زمان شب افزایش پیدا کنه. اما با شروع زمستان و انقلاب زمستانی، خورشید دوباره به سمت شمال شرقی برمیگرده و نتیجهش افزایش روشنایی روز و کاهش تاریکی شبه. در اندیشه و باورهای مردم باستان این افزایش طول روز به عنوان زمان زایش یا تولد دوباره خورشید دونسته می‌شده و سیاهی و تاریکی شب و پلیدی اهریمن رو کنار میزنه. پس در شب اول زمستان که بلندترین شب ساله، به مناسبت تولد خورشید جشن برپا می‌کردن و دور آتیش به رقص و پایکوبی می‌پرداختن. شب یلدا در فرهنگ ایرانی بهانه‌ای برای دید و بازدید و احوالپرسی آشنایانه. دور هم جمع میشن و فال حافظ میگیرن. همینطور شاهنامه‌خوانی هم در شهرهای مختلف رواج داره. در کنار این رسم، افراد با توسل به برکت‌خیزی و پردانه بودن انار و هندوانه زندگی خودشون رو پر رونق میکنن. به علاوه انار و هندوانه با رنگ سرخشون به نوعی نمایندگان خورشید در شب هستن. وقتی در باورها و رسوم باستانی شب یلدا عمیق بشیم، اون رو چیزی جز دعوت به روشنی، نیکی، شادی و در کنار هم بودن نمی‌بینیم. این فلسفه‌ایه که یلدا از اون به وجود اومده و پایداریش هم ناشی از همینه. همه این رسم‌ها فقط و فقط برای اینه که یادمون نره میتونیم در کنار هم با شادی و محبت سختی شب رو کنار بزنیم و وقتی با همیم نور صبح رو زندگی کنیم. یلداتون مبارک.